فصل دوم. لعنت بر تو ای کابوس شوم، رهایم کن. دست از من بردار، دست از من بردار، دست از من بردار. از من چه میخواهی؟ چرا نمیگذاری شبی را آرام به روز برسانم؟ چرا نمیگذاری؟ چرا؟ درود بر خدایگان جمشید شاه بزرگ. چه میخواهی مردک؟ سرور من، فریادتان همه جای قصر به گوش میرسد. گمان کرده یغل خیش از کف دادم؟ سرور من، کور شوم، کر شوم، خوراک لاشخوران گردم اگر چنین اندیشه‌ای در سر داشته باشم. ای ریاکار، همه چیز را از نگاه تو و دیگران میخوانم. این فریادهای شبانه مدت هاست که شما سگان چاپلوس را به اندیشه‌ای چنین کشانده، اما از ترستان چرا میاندیشید بر زبان نمیآورید. درست است؟ ای شاه شاهان، حقیر فقط در این اندیشه است که چگونه میتواند بیشتر و بهتر به سرور خیش خدمت کند. لعنت بر شما دروغگویان فرومایه! سرورم را چه میشود؟ عجب. بله سرورم. پزشکان را حاضر کن. فرمان بردارم. این سرما چیست که این چنین بی‌محابا مرا در خود میگیرد؟ برای چه روی زمین نشستی؟ نزدیکتر بیا مادر، نزدیکتر بیا. فریادت را شنیدم و نتوانستم تحمل کنم. خوب کردی که آمدی مادر. بیا و دمی در کنارم بنشین. رنگ به رخسار نداری فرزند. سرد است مادر. این سرما از درون توست جمشید. میبینی مادر، میبینی که پسرت جمشید شاه شاهان، شاهنشاه ایران زمین چگونه روزگار میگذراند؟ آره میبینم و اندوهگینم. باز هم اون کابوس را دیده ای؟ امشب دیگرگون بود. خود را در زمهریری دهشتناک دیدم. مکانی سرد و تاریک، بسیار سرد. بدنم به دو نیم بود و هر نیمه به کنجی افتاده. در تاریکی برق چشمهایی را دیدم که همچون چشمهای یوز می درخشیدند و این بار صدای آن خنده ها بیشتر و بیشتر بود. سرور من، پزشکان در خدمتم. درود بر خداوندگار ما جمشید بزرگ. لعنت بر شما که درمانتان بی‌اثر است. شاهنشاه، به جاه و جلالتان سوگند که من و دوستانم آنچه در توان داریم به کار میبریم تا پریشانی از وجود سرورمان دور شود. آری چنین است. ما پریشان حالی ما روز به روز افزونتر شده است. سرورم، این بار دارویی ساخته و به خدمت آورده ایم که یقین داریم سرورمان با نوشیدن آن بهبودی حاصل می کنند. چه دارویی است؟ شاهنشاه، اکسیری نایاب است. وای بر شما اگر اکسیرتان چون داروهای دیگرتان بی اثر باشد. سرورم مطمئن باشند که این اکسیر باعث خوشنودی و سلامتتان میگردد. آری چنین است. خواهیم دید. اکسیر را بگذارید و گم شوید. فرمان برداری. میدانم که این دارو هم بی ثمر خواهد بود، چون کودکان به خود امید واهی میدهم. پس چنین نکن. مقصودت چیست مادر؟ یعنی تو از مقصودم آگاه نیستی؟ آنچه را بارها گفته ای و مرا خوش نیامد تکرار مکن. چرا همچنان از شنیدن حقیقت بیزاری؟
مادر جان، چرا نمیخواهی بپذیری که همه چیز این مردم از وجود من است؟ آیا آلت جنگشان، بافتن و دوختنشان، خانه بنا کردنشان همه از من نبوده؟ من راه و روش زندگی را به آنها نیاموختم؟ ساختن کشتی و گذرشان از آب را تعلیمشان ندادم؟ جشن نوروز را برایشان بنیان نگذاردم؟ تندرستی و بیمرگی را نصیبشان نکردم؟ جهان را به خوبی برایشان نیاراستم؟ جواب بده مادر، چه بایست میکردم که نکردم؟ آنچه را باید انجام میدادی ندادی. چه چیز را؟ اینکه یزدان را سپاس بگویی و در بندگی او بکوشی. به یاد نداری که در گذشته همیشه از او یاری خواستم؟ تا وقتی چنان بودی رنج و بدی از تو دور بود. هیچ اندیشیده ای که چرا آن زمان مردم بیریا به تو عشق می‌ورزیدن؟ یک بار به آرامش شب‌های گذشته‌ات فکر کرده ای؟ چرا اون زمان کابوس‌های جانکاه نمی‌دیدی؟ چرا اون زمان سردارانت از تو نمی‌گریختند؟ بس کن مادر! چه کسی گفته که سردارانم از من می‌گریزند؟ مادرت رو دروغگو می‌دانی؟ چنین نیست. اما اگر مقصودت سپهسالار سورن است، باید بگویم او یک تن بود. از چه جهت صدها سردار وفادار مرا به حساب نمی آوری؟ اطمینان داری که سرداران دیگرت خیال گریز ندارند؟ چون این امری ممکن نیست. پس هزاران جاسوسی که به کار گماشته‌ای به چه کار مشغولند؟ جاسوسان خلاف آنچه تو میگویند. آنها خبر میدهند که مردم مرا در حد خدا میدانند. چون این نیست. جاسوسانت حقیقت را نمیگویند. میخواهی با سخنانت خونم را به جوش آوری؟ نکند تو از جاسوسان من کاردانتر و زیرکتری؟ نه فرزند، من مادر تو هم و میدانم که هیچ کس حقیقت را نزد تو به زبان نمی آورد. اما من میگویم که باعث سیاه روزی تو چیست؟ از زمانی که خود را در حد یزدان پاک میدانی، فره ایزدی از تو دور گشته. اینک فقط دو راه در پیش داری: یا همچنان به راه تباهی بروی و یا از آنچه که کرده ای پشیمان شوی و از دادار پاک بخواهی که تو را ببخشد. به خود بیا جمشید، این کابوس های هر شبه نشانه های سرنگونی تخت شهریاری توست. اهریمن را رها کن و چون گذشته که هم شهریار مردم بودی و هم موبد آنان، دست دیوان و دیو پرستان را از جان و مال مردم کوتاه کن. کافیست مادر. بهتر آن است که تو به امور زنانه خیش مشغول باشی. خود بهتر از هر کس میدانم که چگونه باید کشورداری کنم. نیازی هم به تدابیر تو ندارم. حال برو. بسیار خوب، میرم. اما این را بدان که از عاقبت تو در حراسم. برو! من نیازی به هیچ کس ندارم. هیچ کس. چیزی به سپیده نمانده. گمان نمی کنم که بیاید. عجیب است. او خود برای ملاقات اصرار می کرد. حال که نیامده. تا هوا روشن نشده بهتر است به خانه باز کردیم. میخواهی اندکی دیگر به انتظارش بنشینی؟ سردار، احتیاط برای ما مهمترین چیز است. جاسوس های شاه همه جا هستند و هر حرکتی را زیر نظر دارند. از برای چه خود را به مخاطره بیندازیم؟ درست میگویی، اما میخواهم کارها را زودتر به انجام رسانیم. بارها گفتم عجله در کار میتواند باعث نابودی ما شود.
بایستی به آهستگی و تدبیر آن اهرمن ظلم را از تخت به زیر کشیم. مقصودمان با شتاب ممکن نخواهد شد. میشنوی؟ اسبی نزدیک میشود. صبر کن، بگذار نزدیکتر شود. کجاست یارم؟ اینجاییم. به این سو بیا. درود بر شما. درود بر تو. درود بر تو. از برای چه اینقدر دیر آمدی؟ برای آمدن به شک افتاده بودم. از چه سبب؟ گمان میکردم مردانی در اطراف خانم هستند. بودند؟ قبل از آمدن ساعتی اطراف خانم را زیر نظر داشتم. زمانی که از نبودن جاسوسان مطمئن شدم به راه افتادم. عملی در نهایت ارمو درایت کردی سردار. سپاسگزارم. بیایید دوستم، بیایید بنشینیم و سخن بگوییم. سرداران، وضعیت هر روز بدتر از روز قبل می شود. دادمنشی شاه از اندازه گذشته. باید کاری کنیم. به اهورا سوگند که از شنیدن این سخن خسته شدم. 1 سال است که مدام میگوییم باید کاری کرد، اما تاکنون به جز گفتن هیچ عملی انجام ندادیم. از چه سبب کار را ساده می انگاری؟ به خیالت قصد داریم حاکم یاغی ولایتی را منکوب کنیم؟ خود میدانم که کارمان دشوار است، اما تا کی باید سخن گفت؟ وقت عمل هم میرسد، ولی تا آن موقع وظیفه اصلی ما فراهم کردن مقدمات است. چون این است که سردار میگوید. میتوانم بدانم زمان فراهم شدن مقدمات کی فرا میرسد؟ گمان میکنم در این کارها هم کوتاهی روا داشتیم. از چه روی این چنین میپنداری سردار؟ از این روی که حقیقت است. عجیب است که تو میخواهی همه کارها یک شبه به سامان رسند. عجیب تر آن است که تو مرا ابله فرض خود میدانی که چنین نیست بهمن. من به آنچه گفتم ایمان دارم. آخر به چه حقی خود را عاقل تر از من میپنداری؟ دوستان از چه روی به یکدیگر پرخاش میکنید؟ در این شرایط سخت و دشوار گفتاری چنین چه باری از بارهایمان میکاهد؟ سردار، هیچ کس خوش ندارد که او را ابله بدانند. عجیب است که وقتمان را با این سخنان هدر میدهیم. ساعتی دیگر سپیده میزند و ما هنوز سخن را آغاز نکرده ایم. دوستان، فراموش نکنید که هدف ما آزادی مردم زادگاهمان از چنگال جمشید شاه اهریمن صفت است. مگر بر سر تقسیم غنایم جنگی نشسته اید که با هم پرخاش میکنید؟ حق به جانب توست سردار. غرور مرا از پندار نیک دور ساخت. بسیار خوب عزیزم. دستانتان را در دستانم بگذارید. بسیار خوب. اینک عهد میکنیم که به جز رهای ایران هیچ نخواهیم. اهورا یاری من دهد. اهورا یاری من دهد. وقت تنگ است. بهتر از هر یک بگوییم که در این مدت چه کرده ایم. نخواست تو آغاز کن سردار بهرام. حقیقت آن است که من هنوز نتوانستم در بین سرداران فردی مناسب را بیابم. من هم پیشرفتی نداشتم. مدتی است که کسی کلام مخالفی بر زبان نمی آورد. باید دلهای موافق را بیابیم. این درست است که همه مهر سکوت بر لب دارند، اما یقین دارم در دلهای بسیاری از سرداران قوقایی برپاست. تو میگویی چه باید کرد؟ آنچه تاکنون کرده ایم ادامه میدهیم. من نظری دارم. بگویید سردار. تا به حال در بین همسالان خود به دنبال افرادی بودیم. بهتر نیست اینک سرداران جوان را بیازماییم؟ اندیشه به جایی، اما من مخالفم. از چه روی؟ بر هیچ کس پوشیده نیست که جوانان جویای مال و منالند. به اندک خوشی امیدوار می شوند و اندک سختی آنان را از راه باز می دارد. جوان ذاتاً خودنما و مغرور است. هر کدام از این آفتها که برشمردم می تواند باعث نابودی ما شود. اما نمی توان چون این قاطع ابراز کرد. از چه سبب؟ جوان به خود مشغول است و مجالی برای اندیشیدن به غیر ندارد. مخالف پلیدی و تباهی بودن به پیری و جوانی ربط ندارد. یقین دارم بعضی از سرداران جوان به نیکی دریافتند که اعمال جمشید شاه دیو پرستانه است. اطمینان دارم که آنها شاه را خدا نمی‌دانند و اهورا برایشان تنها خدای حقیقی و یگانه است. حال برای چه نباید این جوانان را با خود همراه کنیم
و از آنان یاری نگیریم. من هم با این سخنان موافقم. اما اگر به واسطه خامی و بی تجربگی آنان خطری پیش بیاید، اون وقت چه کنیم؟ مگر کار ما هر لحظهش با خطر آمیخته نیست؟ بسیار خوب، بسیار خوب. اما یادتان باشد که من شما را از خطرات برحذر داشتم. باید از این پس رفتار و کردار سرداران جوان را هم در نظر بگیریم. سردار، مطلب دیگری هم در میان است. چه مطلبی؟ در حالی که شاه جاسوسان خود را چند برابر کرده، آیا بهتر نیست که ما رویه دیگری به جای ملاقات برگزینیم؟ مقصودتان فرستادن پیک یا نوشتن نامه است؟ آره. کار عاقلانه آن است که بیواسطه به اقدامات خود مشغول باشیم. به کارگیری دیگران بسیار خطرناک است. شاید باور نکنید، اما من به غیر از شما به احدی اطمینان ندارم. شاه بسیار زیرک است. او در هر مقام و لباسی جاسوسی دارد. آنچه تاکنون باعث گرفتار نشدن ما شده، هوشیاری ما بوده است. از این پس هم باید چون گذشته عمل کنیم یاران. دوستان، سپید دم است. بهتر است به خانه بازگردیم. آره، بیشتر ماندنمان به صلاح نیست. دیدارمان 20 روز دیگر در شیران دره. بدرود. بدرود. سال هاست که به چنین مکانی نیامده بودم. چه کسی باور میکند که سرآمد حفاران شهر در این بیغوله ساکن باشد؟ به راستی هیچ کس. فقر و نکبت از در و دیوار این محدوده پیداست. بیشک این همان دوراهی است که آن جوان نشانی داده بود. گفت به دوراهی که رسیدید به جانب راست بروید. آری، میخواهم به یاد گذشته در چنین کوههایی گام بردارم. باشد، برویم. در گذشته ساکن چنین محلی بودی؟ آری، سالها قبل من و خانوادم در چنین خرابه‌ای روزگار می‌گذراندیم. پدرم سقا بود و با فروش آب لقمه نانی به خانه می‌آورد. دنیای او یک کلبه محقر و لبخند عاشقانه مادرم بود. پدرم مدام از شرافت و عرق جبین و درستکاری سخن می‌گفت. ولی برای من که از فهم گفته‌هایش بسیار دور بودم، عشق و شرافت و درستکاری معنایی نداشت. میدانستم که به آنچه پدر میگوید هرگز نمیتوان چون خواجگان شهر روزگار گذرد. از برای همین تن به هر خاری و ذلتی دادم تا عاقبتم چون پدر نباشد. نمیخواستم بعد فرزندانم خفت و خاری بکشند و از داشتن پدری فقیر شرمگین باشند. آن وقت چه کردی؟ آدم ندار و گرسنه چه میکند؟ بنده زر و زور شدم و نوکری شاهزاده قیس را برگزیدم. عجیب است که حسرت روزگار گذشته را میخوری. برای جوانی چون تو عجیب است. مگر در خدمت شاهزاده به هرچی که میخواستی نرسیدی؟ سال هاست که به هرچی در جوانی آرزو داشتم رسیدم، اما هرگز نتوانستم به چیزهایی که آن سقای پیر داشت برسم. کاش میفهمیدم که تو چه میگویی. این همان کلبه تک افتاده ای که در پیش بودیم. هاری، بگذار اهل خانه را با خبر کنم. باشد. آمدم. سلام بر تو ای مرد. سلام بر شما. استاد خبیر تو هستی؟ آره. ما آمده ایم تا تو را به نزد سرورمان ببریم. پسر جان، اول بگو سرورت کیست و با من چه کار دارد؟ وقتی به همراه ما آمدی خواهی دانست. تا نگویی نمی آیم. پیرمرد، میدانی با که سخن میگویی؟ هر که میخواهی باش، مگر من در پیش شما آمدم؟ استاد خبیر، بگذار من برایت بگویم. سرور ما نمیخواهد نامش بر سر زبانها بیفتد. به همین سبب از ما خواسته که از او هیچ نگوییم.
حال چه کاری با من دارد؟ میخواهد شاهی برایش حرف کنی. چگونه چای میخواد؟ چاهی عمیق. باشد نشانی بدهید خود میآیم. نمیتوانیم نشانی بدهیم، باید تو را همراه خود ببریم. اما من بر سر کاری هستم. 2 روزم از کارم مانده است. ما بیش از 1 روز با تو کار نداریم. مگر میشود 1 روز چای عمیق کند؟ اگر تو بخواهی میشود. شما احوالتان خوش است؟ میپنداری ناخوش احوالیم؟ تو به جای من بودی چه میکردی؟ نام سرورتان را پرسیدم، گفتید نمیتوانیم نامش را بگوییم. خواستم که نشانی او را بدهید، گفتید نمیشود. حال میگویید چای عمیق را 1 روزه بکنم. آیا این سخنان عاقلان است؟ پیرمرد، رعایت موی سپید تو را کردم، والا میدانستم چگونه با تو رفتار کنم. با تو سخنی ندارم جوان. تو بهتر از ادب بیاموزی، سپس با بزرگتر از خود هم کلام شوی. کاری نکن که اجازه بدهید. استاد خبیر، مزدت برای کندن 1 چای عمیق چه مقدار است؟ برای چه میپرسی؟ تو بگو تا من مقصود خود را بگویم. مزدم 4 سکه میشود. اگر 10 سکه بگیری حاضر میشوی چاهی را که سرورمان میخواهد بکنی؟ 10 سکه؟ آری. گفتی 10 سکه؟ آری. این چه چاییست که کندنش اینقدر ارزش دارد؟ به چند چون مشغول مباش، بگو حاضری یا نه. کدام عاقل به چنین معامله رضایت نمیداد؟ اگر صبحگاه آمده بودید بیدرنگ به همراهتان میآمدم. بسیار خوب، حال که میپذیری فردا سپید دم منتظر باش تا در پیت بیاید. باشد. پس اینک تو را بدرود میگویم. به سلامت. برویم دوست من. برویم. به سلامت. سحر و جادوی سکه ها را دیدی جوان؟ حقش بود آن مرد که گستاخ را با شمشیر به دونی میکردیم. آن وقت خواسته شاهزاده را که برآورده میساخت. خب کس دیگری را به خدمت میگرفتیم. سرورمان چاه را 1 روزه میخواهد و هیچ کس جز او نمیتواند 1 روز کار را تمام کند. فراموش کرده ای که آن مرد در کارش مثل مالند ندارد؟ اختیار با من بود زبانش را میبریدم. حال که چنین نیست. بر اسبت بنشین تا برویم. باشد. استاد خبیر، چقدر از کارت باقی است؟ هنوز به غروب آفتاب مانده. من و جوان همراه هم کار را تمام کردیم. من به قولی که داده بودم عمل کردم. حال نوبت توست که مزد مرا بدهی. مطمئن باش با آنچه که گفتم عمل کن. از جوان مردیت سپاسگزارم. از اتمام کار مطمئن باشم. باور نداری برو و به چشم خود چاه را ببین. آنگونه که خواسته بودی. چایی به عمق 10 زر کندی. سخنت را باور دارم و به تبحرت احسن میگویم. سلامت باشی. راستی میتوانم پرسشی کنم؟ بپرس. حقیقت در عمر خیش چای بدین سرعت نکنده بودم. بعد از آن همه زحمت نباید بدانم برای چه کسی کار کردم. چه تفاوت دارد؟ خیال کن برای من کار انجام دادی. تو سکه هایت را بگیر. گمان میکنی اگر صاحب کار را بشناسی قدر سکه ها بیشتر میشود؟ سخن به درستی گفتی. من مزدم را میخواستم که میگیرمش. استاد ابزار کار را جمع کنم؟ آری پسر جان، جمعشان کن. آن سو را ببین، مردان به جانب ما میآیند. شاهزاده قیس است. شاهزاده؟ آری. مقصودت چیست؟ آرام باش. درود بر سرورم شاهزاده بزرگ. درود بر تو سرور. کار به پایان رسیده؟ آری شاهزاده. او شاهزاده قیس است؟ آری. آرام باش. پس راست میگفتن که این مرد در کارش بی‌نظیر است. آری سرورم، او و آن جوان 1 روز چاه را کندند.
همینک میخواستم مزدشان را بدهم. نیازی نیست. نگهبانان مزدشان را میدهند. ای مرد، همینک برو و مزدت را از نگهبانان بگیر. چشم آزاده بزرگ، چشم با اجازه. نگهبان در خدمت سرورم. مزد آن دو را بدهید. اطاعت سرورم. سرورم، آخر چرا؟ آنها باید برای همیشه خاموش می شدند. آن بیچاره ها که گناهی نداشتند. به گمانم نفهمیدی چه گفتم. اما سرورم... کافی سردار. اطاعت. مرخصید. اطاعت شاهزاده. آن دو را با ابزار کارشان در چاه بیندازید. اطاعت. روی چاه را هم با خاشاک بپوشانید. اطاعت سرورم. آفرین بر تو زهاک. تویی؟ آره، من هستم. بدان که مرا سخت به خود امیدوار ساختی زهاک. با مرگ آن دو دیگر احدی از این راز با خبر نخواهد شد. آنکه چاه را کنده خود اینک در چاه است. اما آن نگهبانان و سردار از آنچه گذشت با خبرند. بیم به خود راه آمده. به زودی میتوانی همه آنها را به دیار خاموشان روانه کنی. اینک به کار بزرگی که در پیش رو داری بیندیش و بدان که فقط یک شب با تاج و تخت فاصله داری. امشب آخرین شبی است که تو شاهزاده این دیاری. از فردا شهریار خواهی بود. تا نیمه شب چندان نمانده. لحظه موعود نزدیک است زهاک، بسیار نزدیک. زهاک بسیار نزدیک.